یه جایی روی این سیاره هست که سنگ‌ها خودشون تصمیم میگیرن حرکت کنن. جایی که قطب نماها از کار میفته. اجسام خلاف جاذبه بالا میرن. و کوهی وجود داره که ماشین‌ها رو بدون هیچ نیرویی به سمت خودش میکشه. در بعضی از این نقاط علم هنوز در شوکه. چون قوانین فیزیکی که هممون بهش باور داریم اونجا دیگه جواب نمیدن. در این ویدیو قراره به سراغ زمینهایی بریم که به نظر میرسه از دنیای ما نیستن. در جایی در قلب بیابان سوزان کالیفرنیا، سرزمینی که بهش لقب دره مرگ دادن، اتفاقی رخ میده که هیچ منطق علمی حاضر نیست به سادگی قبولش کنه. روی زمینهای خشک و ترک خورده این بیابان ده‌ها صخره بزرگ دیده میشه که گویا خودشون زندگی دارن. هر صبح جای صخره‌ها تغییر میکنه، ردی طولانی و مستقیم روی خاک بر جای میمونه. انگار کسی اونها رو با نیروی نامرئی کشیده باشه. اما هیچ انسانی اونجا نیست و هیچ اثری از وسیله‌ای دیده نمیشه که تونسته باشه اون سنگ‌ها رو حرکت بده. دانشمندان سالها با هلیکوپتر، با دوربین‌های سرعت بالا، حتی با حسگرهای حرارتی این پدیده رو زیر نظر گرفتن. ولی تا مدت‌ها هیچ کس نتونست توضیح بده که چطور سنگ‌هایی با وزنی گاهن بیش از 300 کیلوگرم بدون کمک هیچ موجود زنده‌ای حرکت می‌کنن. بعضی‌ها میگفتن کار انرژی‌های ناشناخته است. بعضی‌ها باور داشتن اونجا یه منطقه بی‌جاذبه است و بعضی‌ها هم صادقانه اعتراف کردند که هرگز پاسخی پیدا نکردند. تا اینکه در سال 2014 گروهی از پژوهشگران با نصب GPS روی چند صخره فهمیدن راز این حرکت به طرز باور نکردنی ساده و در عین حال حیرت انگیزه. در شب‌های زمستون لایه‌ای نازک از یخ روی سطح زمین تشکیل میشه. وقتی صبح خورشید بالا میاد، یخ شروع به ذوب شدن میکنه و به لایه‌ای لغزنده تبدیل میشه. بادهای بیرحم بیابان با سرعتی بیش از 80 کیلومتر در ساعت اون صخره‌ها رو روی سطح لغزنده یخ میلغزونه و ردهای طولانی که روی خاک میمونه نتیجه همین لحظه کوتاه و شگفت‌انگیزه. اما نکته جالب اینجاست. حتی بعد از کشف این توضیح هنوز خیلی‌ها باور ندارن که فقط یخ و باد بتونه چنین صحنه‌ای خلق کنه. چون در بعضی موارد ردهایی دیده شده که در هیچ زاویه‌ای با مسیر باد همخوانی نداشتن. انگار نیروی از دل زمین در زمانهای خاص اونها رو به حرکت در میاره. و این همون جاییه که داستان از علم جدا میشه و وارد دنیای رازها و پدیده‌های ناشناخته میشه. جایی که مرز بین واقعیت و چیزی فراتر از درک انسان محو میشه. در شمال غربی هند، جایی در مسیر له به کاردونگولا، پدیده‌ای وجود داره که راننده‌ها رو از همون اولین لحظه ورود مبهوت میکنه. اینجا رو مردم محلی کوه مغناطیسی صدا میزنن. و اگر بخوای با چشم خودت چیزی رو ببینی که قوانین فیزیک رو به سخره گرفته، اینجا همونجاست. در این مسیر کوهستانی وقتی ماشینتون رو در نقطه خاص خاموش میکنید، بدون اینکه دست به فرمون بزنید، خودرو شروع به حرکت میکنه. اما نه به پایین، بلکه به سمت بالا. خیلیا در اولین برخورد باور نمیکنن. ولی جلوی چشم خودشون میبینن که وسیله نقلیه‌شون بدون هیچ نیرویی برخلاف سرازیری جاده بالا میره. در گذشته مردم محلی اعتقاد داشتن اینجا جاییه که نیروی از دل کوه اجسام رو به سمت خودش میکشه. یه جور قدرت نامرئی که فقط در این محدوده عمل میکنه. تا مدت‌ها هیچ کس نتونست توضیح قانع کننده‌ای بده. تا اینکه گروهی از پژوهشگران فیزیکدان وارد منطقه شدند. اونها جاده رو با ابزار دقیق اندازه‌گیری کردند و فهمیدن که ماجرا چیزی نیست جز خطای دید.
در واقع سراشیبی زمین در این نقطه طوری طراحی شده که چشم انسان شیب واقعی رو اشتباه درک میکنه. زمین در واقع به پایین میره، اما پس زمینه کوه‌ها و افق باعث میشن ذهن ما فکر کنه مسیر داره بالا میره. به همین دلیل وقتی ماشین بدون ترمز حرکت میکنه به نظر میرسه داره خلاف جاذبه بالا میره. اما حتی با وجود این توضیح چیزی هنوز باقی میمونه که ذهن خیلی‌ها رو قلقلک میده، چون این اتفاق فقط در این نقطه از مسیر رخ میده. چرا در مناطق مشابه با همین شکل زمین چنین خطای دیده نمیشه؟ چرا حتی حسگرهای مغناطیسی بعضی دستگاه‌ها در این منطقه دچار اختلال میشن؟ در حاشیه جنگل‌های انبوه سانتا کروز در ایالت کالیفرنیا منطقه‌ای وجود داره به نام میستری اسپوت که از دهه 1940 تا به امروز یکی از بزرگترین معماهای زمین باقی مونده. در اینجا وقتی وارد محدوده دایره‌ای شکل میشی احساس میکنی دنیا ناگهان از تعادلش خارج شده. آب در مسیری مخالف جریان پیدا میکنه. توپی که باید روی زمین به غلطت پایین به طرز دیوانه‌واری بالا میره و بدن انسان به سمت زاویه‌ای غیر ممکن خم میشه. انگار نیروی نامرئی در حال کنترلشه. دانشمندان میگن اینجا فقط یک خطای دید نیست. در واقعیت ابزارهای اندازه‌گیری نشون دادن که میدان مغناطیسی زمین در محدوده کوچک دچار نوسان میشه. به همین دلیل هر جسمی درون این دایره رفتار فیزیکی متفاوتی نشون میده. اما این فقط یک نقطه نیست. در نقاط مختلف دنیا پدیده مشابه دیده میشه. در کانادا جایی است به نام مگنتیک هیل که هر سال هزاران گردشگر رو به خودش میکشونه. در اونجا ماشین ها، توپ ها و حتی بطری های آب خلاف جهت سراشیبی حرکت میکنن و مردم محلی باور دارن این منطقه دروازه‌ای بین دو بعد از زمینه. در واقع زمین در نقاط خاصی دارای لایه‌های از سنگ‌های آهن‌دار و مگنتیت است. وقتی این مواد در عمق خاک در مسیر خاصی قرار بگیرن میتوانند اثرات خفیف اما قابل احساسی رو روی اشیای فلزی ایجاد کنند. اما چیزی که هنوز پاسخ داده نشده اینه که چرا این میدانها در بعضی نقاط فعال میشن و در بعضی نقاط نه. و حالا برسیم به بخش جالبترش. در ایران مناطقی وجود دارن که مردم بهشون تپه‌های ضد جاذبه میگن. در نزدیکی بندرعباس مسیری هست که خودروها بدون روشن بودن موتور خودشون به سمت بالا حرکت میکنن. سالهاست مردم محلی این پدیده رو راز کوه خوابیده مینامن. دانشگاه شیراز در سال 1398 گروهی از مهندسان فیزیک رو برای بررسی این پدیده فرستاد. نتیجهش هیچ اختلال مغناطیسی قابل اندازه‌گیری پیدا نشد. اما فیلم‌های گرفته شده توسط مردم نشان میداد که مسیر خودروها واقعاً برخلاف جهت شیب زمین حرکت میکنه. شاید در نگاه اول بگیم خطای دیده، اما وقتی حتی دستگاه‌های تراز دیجیتال هم حرکت رو تایید کنن، آیا هنوز میشه همه چیز رو فقط با توجیهات بصری توضیح داد؟ در سراسر سیاره ده‌ها نقطه مثل این وجود داره، از لهستان و ژاپن گرفته تا ایران و ایسلند. جایی که به نظر میرسه زمین در حال بازی با ذهن انسانه و شاید هم برعکس. ما هنوز کامل نفهمیدیم که زمین چطور واقعا کار میکنه. گاهی زمین بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم زنده است. نه به صورت استعاره، بلکه واقعا زنده است. در مناطقی از اندونزی، فیلیپین و حتی آمریکای جنوبی جزایری وجود دارن که حرکت میکنن. بهشون میگن جزایر شناور. قطعات عظیمی از زمین که روی لایه‌ای از ریشه‌ها، گیاهان و گازهای طبیعی شکل گرفتن و مثل یک تیکه زنده از سیاره روی سطح آب شناور میمونن. در بعضی از این جزایر
حتی درختان بزرگ رشد کردند. اما در روزهای خاص کل جزیره چند متر جابجا میشه، طوری که اگر کسی روی اون زندگی کنه صبح از خواب بیدار میشه و میبینه در نقطه کاملا جدیدی از دریاچه قرار داره. در کشور رومانی دریاچه‌ای است به نام سینکا بکی. در مرکز این دریاچه تکه‌ای از زمین وجود داره که هر چند ساعت یک بار بالا و پایین میره، انگار زمین داره نفس میکشه. دانشمندان معتقدند دلیل این پدیده وجود چشمه‌های گازی در زیر سطح آبه. اما مردم محلی باور دارن اونجا قلب زمینه، نقطه‌ای که در اون زمین هنوز در حال تپیدن و زنده بودنه. و شاید حق با اونها باشه، چون تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که پوسته زمین در این مناطق در بازه‌های زمانی خاص واقعا بالا و پایین میره، مثل بدن موجودی زنده که در حال تنفسه. در قزاقستان منطقه‌ای وجود داره به نام کوه متحرک، جایی که در فاصله چند ماه موقعیت یک کوه کوچک در تصاویر ماهواره‌ای تغییر کرده. هیچ زمین لرزه‌ای در اون زمان ثبت نشده، اما مسیر کوه حدود 16 متر به سمت جنوب جابجا شده بود. بعضیا گفتن این خطاهای ماهواره‌ایه، اما وقتی گروهی محلی بعد از چند ماه دوباره به اونجا برگشتن، با چشمان خودشون دیدن که موقعیت سنگ‌های بالایی تغییر کرده. این پدیده‌ها نشون میدن که زمین ساکت‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم، اما نه بی‌جان‌تر. هر کوه، هر صخره و هر جزیره ممکنه در عمق خودش نیروی نهفته داشته باشه که در زمانهای خاص خودش رو نشون بده. شاید زمین زنده تر از ما باشه، شاید فقط ما یادمون رفته چطوری صدای نفس کشیدنش رو بشنویم. همه پدیده‌هایی که امروز دیدیم نشون میده زمین حتی در عادی ترین لحظه ها چقدر میتونه شگفت‌انگیز و مرموز باشه. صخره‌های متحرک در دره مرگ آمریکا که بدون دخالت انسان مسیرشون تغییر میکنه. کوههای مغناطیسی هند که قوانین جاذبه رو به چالش میکشن و ذهن ما رو گیج میکنن. تپه‌ها و مناطق بی جاذبه در آمریکا، کانادا و ایران که آب، ماشین و اجسام رو خلاف مسیر معمول حرکت میدن. جزایر شناور و کوههای متحرک که انگار زمین خودش نفس میکشه و زنده است. هر کدوم از این پدیده‌ها ما رو مجبور میکنه دوباره فکر کنیم که دنیا و سیاره‌ای که روش زندگی میکنیم چقدر اسرارآمیزه. علم تلاش کرده توضیح بده، اما هنوز مناطقی هستن که توجیه علمی کامل ندارن و ذهن ما رو به مرز حیرت میرسونن. تو چه فکر میکنی؟ آیا ممکنه زمین واقعا زنده باشه؟ یا همه این پدیده‌ها فقط توجیهات علمی هستند که ما برای آرامش خودمون ساختیم؟ نظرت رو حتما با احترام در کامنت ها بنویس، چون شاید پاسخ این سوال کل نگاه ما به سیاره‌ای که روش زندگی می‌کنیم رو عوض کنه.